مرد رفته دستشویی توی توالت شهر، زنه براش پیام فرستاده کجایی؟ مسیج زده که خونه باباتم. زنه هم کوتاه نیومده، گفته غذا درست نکرده، همونجا یه چیزی بخوره بیا. اینو بدونید اصلا به طور متعارف بین زن و شوهرها معمولا یه سری اختلافات ریزی وجود داره و این طبیعیه، این باید باشه. به قول سقراط که سقراط میگفت در هر حال ازدواج کنید. اگر زنتان زیبا و فهمیده بود که خوشبخت میشوید، وگرنه مانند من، اگر زشت و نفهم بود که مانند من فیلسوف عذاب در میاد. اینشتین میدونید که بسیار با زنش درگیری داشت، بسیار، از بس تو فکر مسئله نسبیت بود. یه بار تو خیابون یه خانمی رو دید، گفت معذرت میخوام خانم خیلی آشناب به نظر میرسید. گفت مردک من زنتم. آخه تو چقدر گیجی، کجایی؟ چارلز دیکنز میگه امان از دست زنها که ما هر چی که میگیم زنها خلافش عمل میکنه. من به خانمم میگم خانم بریم دور دنیا بگردیم، میگه نه بریم یه جای دیگه. رنه آلندین میگه تا قبل از ازدواج 6 نظریه در مورد تربیت فرزند داشتم، اما الان که 6 تا بچه دارم هیچ نظری ندارم. آندره مالرو میگه مردها در اثر بی‌دقتی ازدواج میکنن، در اثر بی‌حوصلگی طلاق میدهن و مجددا در اثر بی‌حافظگی باز میرن زن میگیرن. این لطیفه رو من در یه بولتن خارجی خوندم. اینو به شما میگم، به عقیده شما این لطیفه آیا به نفع زن گفته شده یا به نفع مرد؟ مرده از خدا پرسید خدایا چرا اینقدر زن رو زیبا آفریدی؟ خداوند فرمود برای اینکه تو از اون خوشت بیاد. گفت پس چرا اینقدر احمق آفریدی؟ گفت برای اینکه او از تو خوشش بیاد. این به نفع کی گفته شده؟ یکی از دوستای ما یزدی هم بود، میگو ببین آقای دکتر، با همون لهجه یزدی، میگو ببین ما میگیم که خدا یکی، قرآن یکی، پیغمبر یکی، زن هم یکی. آره میگن خداوند عالم کهکشانها را آفرید، سپس استراحت فرمود، بعد از آن زمین را آفرید و سپس استراحت فرمود، پس از آن گلها و جانوران را و ریاحین را و سپس استراحت فرمود، بعد از آن مرد را آفرید و سپس استراحت فرمود، پس از آن زن را آفرید و از آن پس دیگر نه خدا استراحت فرمود نه کهکشانها نه زنه از شوهرش میپرسه عزیزم تو زن خوشگل دوست داری یا زن با شعور؟ گفت هیچ کدوم عزیزم، من فقط تو رو دوست دارم. زنه به شوهرش گفت عزیزم تو بیشتر از اندام من خوشت میاد یا از اندام من یا از چهره من؟ گفت عزیزم این اعتماد به نفس تو من کشته. اینو بدونید ما از خانوما نظرخواهی کردیم در مورد آقایان. مال آقایان نمیتونم بگم که نظرخواهیشون در مورد خانوما چی بوده، اصلا غیر قابل خواندنه، ولی از خانوما پرسیدیم نظرتون در مورد مردا چیه. نظرات جالبی دادن. یکی از خانم‌های دانشگاه تهران، خانم‌های دانشگاه تهران میگفت آقایان مثل مخلوط کن برقی هن. تو هر خونه ای یکیش وجود داره ولی معلوم نیست به چه دردی میخوره. یکی از خانم‌های دانشگاه شهید بهشتی میگفت آقایان مثل آگهی بازرگانی هن. از هر 100 کلامی یک کلامیش هم نمیشه باور کرد. یکی از خانم‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران میگفت آقایان مثل سیمانن، هر جا پهن شدن فقط با کلنگ با جابجاشون بکن.
یکی از خانوما دانشگاه رودهن میگفت آقایان مثل جای پارکن، خوباشون قبلا اشغال شده، اوناییش که باقی مانده یا کوچیکه یا جلو خونه مردمو به در نخور. و یه چند تا نظر دیگه. من مال آقایان نمیشه، مال آقایان بسیار فجیعه حقیقتش. بذار دیگه او بیخاصیت تریناشو بگم دیگه، اوناییش که چون واقعا اصلا از چیز خارج دیگه، حالا اون چیزاشو میگم دیگه، بیخاصیت تریناشو. یکی از بچه‌ها، یکی از پسرها میگفت خانوما مثل رعد و برقن، اول برق نگاهشون آدمو خیره میکنه، بعد رعد و صداشون پدر آدم. یکی از پسرها میگفت خانوما مثل کنتور برقن، هر از چند سالی سنشون به 0 میرسه، دوباره از اول. یکی از پسرها میگفت خانوما مثل موتورگازی هن، پرسر صدا بی قدرت. یکی از پسرها یکی از پسرها میگفت خانوما مثل هواپیمان، رو زمین به هیچ دردی نمیخوره.